در این ویدیو قراره یکی از سوالات پرتکراری که مراجعین ما در خصوص تأسیس شرکت‌های تک مدیر عامله دارن رو با شما در میون بذارم. لطفاً تا آخر ویدیو با بنده همراه باشید. شرکت‌های تک مدیر عامل فقط باید در قالب شرکت با مسئولیت محدود و مؤسسات غیر تجاری تأسیس بشن. از جمله ویژگی هایی که این شرکت تک مدیر عامل داره، یک فرد به عنوان مدیر عامل انتخاب میشه و دارنده حق امضا هم این شخص تعیین خواهد شد. اما این نکته رو دقت داشته باشید، شرکت با یک نفر تأسیس نمیشه. حداقل تعداد افراد برای تأسیس 2 نفر هستند، ولی کلیه اختیارات به عهده مدیر عامل هست و مدیر عامل دارنده حق امضا هستش. شخص دوم هیچ گونه سمتی در شرکت نداره، فقط به عنوان فردی که دارنده قسمتی از سهام شرکت هست تعیین خواهد شد. در این شرکت ها ما باید اساسنامه های مخصوص به شرکت تک مدیر عاملی رو در زمان تأسیس تنظیم کنیم و به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنیم. در غیر این صورت اگر اساسنامه تنظیم بشین، اساسنامه منجر به رد خواهد شد از ناحیه اداره ثبت شرکت ها. معمولا در اساسنامه های این شرکت ها کلیه اختیارات دیگه به هیئت مدیره داده نشده، چون این شرکت ها هیئت مدیره ندارن. کلیه اختیارات به مدیر عامل شرکت داده شده. امیدوارم که این پست برای افرادی که تصمیم داشتن شرکت های تک مدیر عامله تأسیس کنن کارآمد و مفید باشه. ممنون که مثل همیشه همراه بنده هستید.